به نظرم برای اولین بار خوب بود. الان تو مثلا باید بگی چیز مهمی نبود. نه بابا، اینجا رو باش. بعد از اون همه بلایی که سرمون آوردی باید بگم چیز مهمی نبود؟ ولی سرکانو بخشیدی. سرکان، داداش تو چی کار کردی اینا بخشیدنت؟ بخشیدن چیه؟ مگه چی کار کردن؟ منم نمیدونم. گونی بس کن. داداش بگو دیگه، واقعا خیلی کنجکاوم. هر کاری کردی بگو منم بکنم. پسر وسط بوفه حرف نزن، همه فهمیدن. چیو فهمیدن؟ قرار بود کسی نفهمی. سوگل، اگه میخوای جلوت زانو بزنم و التماس کنم باید بگم ببخشید این کارو نمیتونم بکنم. گونه چقدر التماس میکنی؟ اول آخرش یه بچه یتیمه. تا کی میخوای دنبال این گدا را بیفتی؟ گدا خودتی. دافنه میشه ساکت باشی؟ منو ببخش، باشه؟ قبول؟ دیگه کل نکنیم. بیا دیگه. دافنه میشه حرف بزنیم؟ چیه؟ ببین، گونه ای از تو خوشش نمیاد. یه خورده دور و برتو نگاه کن، شاید کسای دیگه ای هم باشن. به چه جرأتی با من اینجوری حرف میزنی؟ مسخره. باورم نمیشه. برو بروشجونتو دلداری بده، 2 تا مسخره خوب با هم کنار میان. من سلیقم فرق داره. گونه خودش میدونه که من از معلم توپراک خوشم میاد. آقا معلم، یه لحظه وقت داری؟ جانم دافنه. آقا معلم، من میخواستم دوباره وارد تیم والیبال بشم. خیلی خوبه. توی تیم جا نداریم، ولی سر تمرینا بیا تا ببینیم چی میشه. باشه؟ باشه. بیرون قرار گذاشتیم، شما هم که دیدین. دافنه چی کار داری میکنی؟ اصلا به تو چه؟ مگه وقتی با این گداها میپری من دخالت میکنم؟ من و علی یعنی همسرم خیلی با هم صحبت کردیم. شاید یه خورده این تصمیم عجولانه به نظر برسه، ولی ما دوست داریم که سرپرستی سوگل قبول کنیم. میدونم که این کار خیلی مراحل اداری و این چیزا داره، ولی من الان فرما و برگه های مورد نیاز رو میارم که با هم روشون کار کنیم. خوبه؟ کار خیلی قشنگی دارین انجام میدین. چه خبر دوست جون؟ میدونم به خاطر مسابقه خوانندگی از دستم ناراحت شدی، ولی دلم نمیخواد دوستیمون به هم بخوره. اون روز گفتی که توی حیات پرورشگاه خون دیدی. آره دیدم. راست گفتی یا منو سر کار گذاشتی؟
به خدا راست گفتم. سوگل خیلی هول شده بود، رفت نوشابه ریخت روش که معلوم نباشه. البته به نظر من اینطوری بود. دختر یه دیوونه. دوست دارین خودتون به سوگل بگی؟ بله. خیلی خوشحال میشه. یه لحظه الان من میام. بفرمایید آقایون، چیزی شده؟ نگاه کنین، پلیس اومده اینجا. یعنی عمو کمال دوباره اومده اینجا؟ ولی مامانم اون مسئله رو حل کرده بود. ساغر بس کن، هی نگو مامانم. بس آروم باشین، هول نکنین. سوگل، پلیسا چی دارن میگن؟ مگه چی شده؟ دخترایی که دنبالشونیم اینا؟ بله ولی حتما اشتباه شده آقای پلیس. ایلول، جمره، ساغر و سوگل شما هستی؟ بله. به جرم قتل کمال یلماز ازتون شکایت کردم. باید بریم کلانتری. سوار ماشین بشین لطفا. ولی ما کاری نکردیم، کسی رو نکشتیم. سوارشون کنی. اونا کاری نکردن. شما باید به حرفای من گوش کنی. دوستان بیگناهن. فرید خانوم، سوگل، فرید خانوم، فرید خانوم، ما کاری نکردیم، ما کسی رو نکشتیم. فرید خانوم، تو رو خدا، فرید خانوم، خواهش میکنم. فرید خانوم، فرید خانوم، فرید خانوم، تو رو خدا، فرید خانوم، ما کسی رو نکشتیم. فرید خانوم، کسی رو نکشتیم. فرید خانوم، تو رو خدا، تو رو خدا، فرید خانوم، فرید خانوم. گریه نکن، گریه نکن. نریمان خانوم، پلیس اومدن دخترها رو به جرم قتل دستگیر کردن. قتل چیه دخترم؟ چه خبره؟ ناپدری ایلول مرده. من الان دارم میرم کلانتری. دخترتو به جرم قتل دستگیر کردن. چیز دیگه ای هست که بخواین اضافه کنی؟ نه، همه چی رو گفتم. دستگیرش رو میکنین دیگه مگه نه؟ این برگه رو امضا کن.